بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. فرصت زندگی یکی از بهترین فرصت هاست. فارسی صحبت بود از بهترین فرصتان زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ما و شما را داتا. یہ زندگی فرصت بہترین فرصت ہے. اللہ یہ زندگی را من و شما را پچی داتا. منی عزیزان، یہ لطف اللہ ہے. ما و شما شامل حال بوتا تو ما و شما یہ فرصت زندگی ہے استفادہ کنن و بے اللہ برسن، بے خدای قرب برسن، بے درجہانی کہ اللہ فعال ایمانا و فا انسانا صالحین تائین کرتا ما و شمارا اللہ برسینی. اللہ ہم امکانات را در اختیار ما و شما ہشتا. تمام چیزیں کہ میں نیازت، میں ضرورتت بدون یہ کہ ما درخواست کنن، اللہ میں ہم امکانات را برای ما فراہم کرتا. میں مادی امکانات آنا، میں ورگانا، میں پوشگانا، میں مسکن، میں مرکب و سواری، ہم امکانات مادی را اللہ منیوتی اختیار ہشتا. و پکتا گنانی منیوتی سفرہ سرہ یہ روید، میوہ یہ ربی، گوشت یہ ربی. یہ نعمتانا بدونی ہے کہ ماشاءاللہ اب لوٹن اللہ پما انتظام کرتا گا. حیوانہ نے دستور داتا کہ مناو ترہ شیر دیا، درختان نے دستور داتا کہ مناو ترہ محصول و میوہ دیا، و زراعتہ نے دستور داتا کہ مناو ترہ دانب دیا، و زمین دستور داتا کہ یہ سبزیانا سبز کن، مرتو کاچران سبز بیان، تم دام برای من و شما چاغ بیان، پزور بیان، کباب بیان منیوتی سفرہ سرہ بیایان، شیران وتی پمن و شما بدیان و سفرہ سرہ بے. یہ ہم نعمتنا اللہم دکو. یہ نعمتنا جسمی و جانی و بدنی نانا، و نعمتنا خارج از بدن اللہ برای ما و شما بقاها زندگی یہ نعمتنا داتا. و تا یہ کہ منو تبوران و اللہ شکرہ ادا کنن، اللہ بندگی کنن. سعدی رحمہ اللہ زیبا گوشتا کہ ابرو بادو مہو خورشید ہم درکاران تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری. اللہ آ چیزی کہ بدکش بندہ و ناراض بھی بندہ یہ کہ خدای سفرہ استفادہ کم و غافل بھی اللہ. اللہ فراموش بھی ابنی عزیزان روچہ قیامت اللہ اچھ عذر را قبول نکن شبندہا و اجازہ عذر خواہی نداند وَعَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. حق عذر خواہی اللہ شی ندارے. اللہ شی من برای شما یہ فرصت را فراہم کو قرآن و پشما دیم دا. زیبا ترین کتاب را من شما اختیارہ ہشت. کتاب کہ انسان سازند و انسانان سازید، انسانان به فرواز درکاری و انسانان به خدا رسینی و انسانان به جنت. بہترین آموزہ
در دنیا تا آموزه قرآن، صحیح ترین اعتقاد تعلیم دان، صحیح ترین عمل کرده تعلیم دان، صحیح ترین اخلاق تعلیم دان. کتاب فطرت، کتابی که فطرت انسان صحبت کا چیزی که سب برائی جوڑ ہوتا، کتابی که اللہ پیامان برای من و شما آورتا. بہترین کتاب، بہترین معلم و مربی و مرشد امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین اللہ فمن و پتدہم داتا. اللہ بہترین پیغمبر، افضل ترین رسول و فخر رسول اللہ پمن و پتدہم داتا. بہترین کتاب داتا. اللہ شیمنی رمضان رہا و برائیتا کہ اگر 11 ماہ کوتاہی بوتا تا جبران کن در ماہ رمضان. یہ شفانہ عبادت کن، روچہ عبادت کن، بندگی کن و تی استراحت ہم انجام دے بے اندازے نیاز بدن نگیشتر و غذا بے اندازے بدن نیاز بور شفانتا و سہور بور و یہ اللہ بندگی آپ کا. رمضان را اللہ شمن شما اختیار اشتا و یہ وقتانش مشرفین شما خدمت و اشتا کہ اگر یہ زمان با شرفین کہ اگر شما دیمان نتونتا بری زمان انجام. عشرہ ذی الحجہ رو اشتا 10 روز در ذی الحجہ حجہ ماہا و عید قربان ماہا ہم بعض با ارزش وقت جمعہ انشما اختیار اشتا کہ نماز جمعہ بوانے شب جمعہ شب درخشانے شب بعض درخشانے نے اللہ شی من بیت اللہ الحرام اللہ موشم اختیار اشتا یک نماز 100,000 نمازیں مدینہ منورہ اشتے موشم اختیار یک کے 50 تا اگر برا وہ دا شا وقتا شا مکان فضیلت تا استفادہ کن، شا زمان استفادہ کن، شا عشرہ اخیر رمضان را اللہ منی ہوتی اختیار اشتا کہ یہ عشرہ آزادی گردنانے شا آتش جہنم. یہ عشرہ زیبائن و منور اللہ یہ عشرہ تا لیلت القدر را قرار داتا کہ یک شب یک عمر یک قرنی اندازہ ثواب اللہ در یک شب عنایت تک. یہ شب 1000 ماہ پس زبانہ گوشے کہ بھی 1000 ماہ بے زبانہ آسان باز حساب ولی در عملہ تو ہی چیزیں یک شب فکر کنے عزیزان یک شب 1000 ماہ عبادت تبرہ شما بھالا تا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصہ یہ کو ایک مجاہد بنی اسرائیل کے 1000 ماہ در راہ اللہ جہاد کو 1000 ماہ جہاد کو و تسرین انہبوت عبادت کو اللہ یشی تذکرہ رکو دیمے امتان تک وشتا صحابہ مفسوس ہوا وشتا قدیمہ تو انان شما کے عمر 7 سالے 6 سالے کجا ما تو انان کہ ام مجاہد ثواب دریا اللہ آیا نازل کو کہ شمار یک شب تہا اگر شمار شب قدر دریاوے و ثواب شمار رسی 1000 ماہ برا شما بہتر. اللہ چے کریم فضل بن میسرہ کرتا، چے کریم کرمی کرتا، چے آسان کرتا. یہ مہیتا یہ فرض را 70 فرض ثواب دان، یہ نفل را بے انداز فرض ثواب دان. دعانا قبول کن یہ شپانتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل شپا یہ دا شپتا بیداری کشتا احیا لیلہو آن حضرت ہوتی شپارہ بیدار گوازے روچا استراحتی کو اندازے کی نیاز بوتین و بقیہ رب عبادت جدہ اجتہاد کو آن حضرت کوششی کو در عبادت ہے تلاشی کو برای اللہ بندگی اللہ را قوت خاص داتت و تی حبیب آرہ. لہذا یہ شبان منی عزیزان کی شفانتا عبادت، یہ شفانتا تضرع و زاری بھی، یہ شفانتا گریو و فریاد بھی، یہ شفانتا جی خداد بھی، یہ شفانتا عرص رہچے، یہ شفانتا منی عزیزان اللہ ذکر اب کنے، اللہ تسبیح بوانے، اللہ قرآن تلاوت کنے و صدقات و خیرات دے در راہ اللہ تعالی، زکاة نب دے، صدقہ فطرہ نب دے. ولہذا یہ فرصت ہے اللہ اڑتا قیامت منو تچے وشان اللہ دیما اللہ شمم مگر ترہ جوانی نہ دا تا جوانی آنج پچے عبادت نہ کو اللہ شمم مگر من ترہ سلامتی نہ دا
بعد ششی کتی پاد فروشت بلاد بی بلای کول بلوچا تیسرین بعد که عاجز بود و فروشت و شبین شد هنون تا متوجه بود که تو باید عبادت کنه اللہ تعالی ها. تش جوانی استفاده نکو، تش سلامتی استفاده نکو، تش مال استفاده نکو. منای عزیزی کہ وفات بوتا اللہ مغفرت کن بالرحمت وتی جائب دا یک روچے آت مدرسہ گوشت فلانی چیز عجیب ہے گوشت یک روچے منی حسابتا 1 ملیار تومن من گوشتا من یہ پولا گردینین 1 ملیار 200 کنین 1 ملیار 300 کنین من فرصت را استفاده نکو نداتون در راه اللہ مروچی من شتون بازار دورون جاتا کہ کندو چاہیے بگیریم پوتی جنوزاگا وام کنی شرمندہ بوتون کہ کئی رب گوشی کہ منا وام دے ہمارا دست خالی ہے برگشتو یہ مال ہے یک روچے قریب پولے حسابہ بھی روچ دیگرے ہمیں اندازہ نداری کہ کندو چاہیے خرید کا اللہ شی منتر یہ مالا ردات تخیال کو کہ یہ مال گوتا تسرمانی یہ سلامتی تسرمانی یہ جوانی تسرمانی عمر تسرمانی تپچے نکو عبادت انوتی عذر چاہے تچے عذر داش اللہ شیتی عذر من نفذیرین ترا من آما امکانات انتی اختیار ہے منی جوان منی عزیز اللہ عذر قبول نہ کن کہ منو تا نمازہ صوب ہے جوانان سالمان صحت داشتا بینوتی نمازہ قضا کنا اللہ لوٹا چیب گوشن کہ منو تا زکاة ہر نداتا اللہ لوٹا چیب گوشن کہ روچگار منو تا نگتا اللہ لوٹن چیب گوشن قیامتا کہ منو تا غیبت کرتا منو تا دروگ بستا منو تا ربا وارتا منو تا رشوہ وارتا منو تا گناہ کرتا اللہ منا اتراشا گناہ نجات دان اللہ انسانی کے آدمی کشتا مرد سرغت کرتا رہزنی کرتا مردم گردنا پادیر کرتا مردم زور گوشتا و ظلم کرتا انسانی کے پوتی قدرت حفاظتا امام حسین کشتا لوٹی چیب گوشی تھی آکے مظلوم سر برتا آج کے جنینان سر برتا طفلان کشتا آلوٹی چیب گوشی کہ من پچی اشانہ کشتا گا اللہ دے محبر نبی و قرآن عظیم الشان قصہ کن کیا روچا ہیچ کسی نہ تو خدا دے محبر دم مگر بے اجازہ اللہ ہے پیغمبرانا نہ تو نہ حبر دیں ابراہیم خلیل اللہ نہ تو حبر دن محمد الرسول اللہ برندن مگر اللہ اجازت دن بدون اذن الہی کسنت و شفاعت پرشتہ مقرب جبرائیل امین حق نداری کہ بدون اذن خدا پر کس شفاعت کن و قرآن گوشید آئے کرسی کشما وانت امین مطلبین منزل لذی یشفع عنده اللہ بإذن خدا شی اچھے کسی کہ منی دیما روٹی شفاعت کن بدون منی اجازہ تمنی اجازہ ما بھی کسی شفاعت کرتا گا نکم تا اللہ اجازہ مدن نہ ملک مقرب ونہ نبی مرسل نہ انبیاء تو انہ شفاعت کرنا اجازہ بھی بلے پکے اللہ لوٹی تو اجازہ دائرہ خدا وتزان ولہذا منی عزیز یہ فرصت منی ہوتی دستان کہ منو توترش گناہاں پاک کننگو توبہ ذریعہ توبہ دروازہ پاچن اللہ تائبین دوست داری منی عزیزان حدیث تاس کے ہمیں بنی آدم خطا کارن من خطا کارو منی عزیزان شما خطا کارو کئی کشما خطای نکرتا واہ اللہ شی بہتری خطا کر توبہ کارن آوانا کہ پشیمان بر شوتی عمل کردہ و شوتی ربا معذرت لوٹن تو معافی لوٹن انسانان اللہ نزدیکا محبوبان گناہگار کہ وطرہ منی عزیزان گناہگار ازان تو سیحکار ازان و ملامت تکم وطرہ دوستر انشاء عابدی کے گناہ نہ کرتو وطرہ پاک ازان انسان کے عابد کے وطرہ پاک ازان اللہ نزدیک ارزش نداری ایک کی یک گناہگار ہے پشیمان ہے نگران انت پوتی آخرتا گوٹ عشقن کہ منا اللہ بخشی یا منا نبخشی من گناہ کرتا وطرہ گناہ کارو خطا کارو ناکس ازان اے روچے بندے خدا یہ احتت ومنا شاہ برے باز خوشات وشت فلانی مردم برائی باز گوان نیک نداران ولی آئی
چرا دیبا منن هم وقتا نگوشت شما یکی از همین کسبه زایدان بود به بنده گفت که فلانی من احساس میکنم و فکر میکنم که این کره خاکی هیچ انسان از من مجرم تر و سیاهکار تر نیست، گناهگار ترین انسان روی زمین منم و چیزی نگفتم به ایشون و به هر حال مبارک او انسان است. گفتم که مبارک او انسان به دلم که او انسان مبارک است که خود را از همه انسانها گناهگار تر بداند. همه ما خطاکاریم، همه ما گناهگاریم، بی گناه در میان من و شما نیست، ولی بهترین خطاکاران هستند که توبه کاران و گناه کردن اکنون پشیمانند. لہذا من عزیزان من توجه داشته باشید، مهمترین رسالت رمضان و ماموریت رمضان آن است که من و شما را رمضان میخواهد بسازه، تزکیه بگرداند، پاک بگردانه و من و شما را مطیع و فرمانبردار بکند، من و شما را متقی و پرهیزگار بگردانه. اگر گذشته پرهیزگاری من ضعیف بود، نداشتیم پرهیزگاری، رمضان آمده است من و تو پرهیزگار باشیم، پرهیز کنیم از گناهها، از ضایع کردن حق خدا و از ضایع کردن حق بندگان. بندگان حقشون سنگینه و خدا سخت میگیرد برای حق بندگان. رمضان آمده تا من و شما را وارسته بگرداند، تزکیه بگردانه، اصلاح بگردانه، پاک بگرداند. و رمضان ماموریتش آنه که در ما تواضع پیدا بکنه، در ما فروتنی پیدا بکند، تکبر از ما برود، خودخواهی از ما بره، حب دنیا برود، حب مال برود، حب خدا در دل ما پیدا بشود. رمضان ماموریتش بزرگه و ماموریتش سنگینه که الله تعالی رمضان برای همین خاطر آورده است. از یک طرف قرآن عظیم و شان تلاوت میشه، شبها روزها بخوانید و بشنوید قرآن عظیم و شان را، نوار قرآن، سیدی قرآن گوش کنید و الله را ذکر کنید و الله را تسبیح. حدیث شریفه، محتوای حدیثه که هر اندازه شما مفهوم حدیث و مطلب و برداشت حدیث اینه که هر اندازه بیشتر خدا را ذکر بکنید، همان اندازه اجرتون بالاتره و عبادت و طاعتتون مقبول تره. بهترین حاجی اونه که در حج خدا را به کثرت ذکر بکند، زیاد یاد بکنه. بهترین روزدارانه که علاوه از روزه خدا را به کثرت ذکر میکنه، تسبیح، درود شریف، استغفار و تلاوت قرآن، صدقات، زکات بدید، فطریه بدید و خیرات بدید به بیوه‌ها، به یتیمای شهر، به مستمندان شهر، به خانواده زندانی و خود زندانی ها، به مدارس، به مساجد، به ائمه مساجد که معمولا از طرف ما کمتر از محله شهریه میگیرن، به ائمه مساجد دیتون کمک کنید، برسید در ماه رمضان، بدید در ماه رمضان و مطمئن باشید که الله تعالی به شما خواهد داد و مزید خواهد داد و اضافه خواهد داد. درود ختم فرمایید. این ماه خیره و از خودتون به الله تعالی خیر نشان بدید، بنده صالح باشید، بنده نیک باشید، نماز قضا نکنید بعد از رمضان. جای حسرت و افسوس برای کسی که در ماه رمضان شبا بشینه و زنده نگاه دارد، عبادت کنه ولی بعد از رمضان توفیق حضور به جماعت داشته نباشد، مسجد ویل بکند. الان تراویح که سنت میخوانه و اما نمازهای پنجگانه که فرضاً کاهل نمازی میکند یا به مسجد رابطهش ضعیف میشه. مسجد لازم بگیرید که علامت لازم گرفتن مسجد، کسی که همیشه به مسجد دل بسته و دلش آویزانه و معلق به مسجد که چه وقت اذان می شود و من نمازم را بخوانم. این آن حضرت فرمود که شما شهادت بدید به ایمان کسی، ایمان در دل. آپ به ایمان کسی فرمودن
در حدیث دیگر که به ایمان کسی نمیتونه انسان شهادت بده. میتونه بگه که نمازیه، نماز ما میبینیم ولی ایمان که ما نمیبینیم، ایمان در قلبه. ولی هر کس به مسجد رفت و آمد میکنه، دلش آویزان به مسجد، دلش تعلق به مسجد دارد و وقت نماز به مسجد می آید، مایه آبادی مسجد می شود. فرمودن شما شهادت بدید به ایمان. فرمودن قرآن انما یأمر مساجد الله من آمن بالله، مساجد کسی آباد بکند که ایمان به خدا داره. عمران مسجد این تنها ساختمان نیست، این گچ و رنگ و سنگ نیست، اینا هم عمران مسجدن. و نماز خواندن در مسجد، رسیدگی به مسجد، اینا همه آبادانی و عمران مسجدن. اگر مسجد زیبا درست کنیم ولی نماز گزار نباشه، مسجد ویرانه. نمیگیم مسجد آباده، میگیم مسجد ویرانه. ویرانی مسجد به اینه که کسی مسجد نیاید برای عبادت و بندگی. مساجد آباد کنید، ارتباط با مسجد بگیرید، بنده صالح خدا باشید، استقامت کنید، برای آخرت توش آماده کنید و از گناه پرهیز کنید. الله من و شما را از گناه نجات بدهد. این ماهی که آمده است که من و شما توبه کنیم و 2 مرتبه به گناه نریم. توبه شیر مردان، توبه شیر زنان، توبه او انسانهایی که توبهشون توبه بود. الله من و شما را توفیق توبه عنایت کند. عزیز، یک بنده خدای گفت که من توبه کردم و از گناه توبه کردم و عهد کردم که دیگه دنبال گناه نرم. یک مسئله را از بنده پرسید، من گفتم که گناه هست. گفت اگر گناهی دیگه من کار خیری میخواست انجام بده ولی در او کار خیر گناهی وجود داشت. کسی گفت که من میشناسم اونها را، قبلا برای درگیری های طایفه‌ای آدم کشتم، برای انتقام رفت افراد بی گناهی را کشت. ولی گفت فلانی من توبه کردم. حالا به فامیلم گفتن که قبلا من اگه این کار کردم ندانستم ولی الان من توبه کردم. من توبه ای که من به آدمی بکشم، شما بدانید و کارتون بدانید و از من صرف نظر کنید. الله من و شما را توفیق توبه عنایت کنه. هرچه زودتر توبه، هرچه توبه جدی باشه. بعضی توبه کردند و تا آخر عمر گناه را ترک دادند. الله من و شما را توفیق توبه نصیب بکنه. دعا کنید که الله حیای من و شما را حفظ بکنه. حیا مهمه، شعبه بزرگی از ایمانه و حیا اگر باشه، میگه فلانی صدا کرد میکنه کسی را فلانی حیا کن، یعنی خدا را نافرمانی نکن. حیا وقتی باشه مانع میشه از نافرمانی خدا، مانع میشه از ضایع کردن حق همسایه، حق همسر، حق فرزند. الله زنان ما را، جوانان ما را و همه ما را حیا نصیب بکنه و حیا را برای ما حفظ کنه. او بلوچ های قدیم به کسی می گفتند که وقت دعای خیر می کردن گفته خدا حیا و ایمان شما را سالم بکن. خدا با حیا و ایمان گفته فنا بکنه. خیلی حرف قیمتی، حیا واقعا چیز مهمی است و حیا را نگاه دارید. حیا نگهداری میشه، ایمان نگهداری، دین نگهداری بکنید، نماز نگهداری کنید. قرآن فرموده شما نماز نگهداری کنید، رب شما نگهداری کنید. الله را نرنجونید، الله را از دست ندید و غیر از خدا هم از هیچ کسی نترسید که خدا را نافرمانی بکن. الله غضب میکنه بر بنده، قهر میکنه زمانی که بنده از کسی بترسه و خدا را نافرمانی بکنه. نماز نخوانه برای آن که بترسه که اگر من نماز بخوانم برای من بد تمام میشه. مسجد نیاید که اگر برم برای من بد تمام میشه. این انسان، این خوف الله قبول. بله هر کس از مار میترسه، از شیر میترسه، درنده میترسه، این ترس طبیعیه ولی نباید ترسید و الله را نافرمانی کن. الله باید اطاعت بشه و فرمان برداری بشود. الله به من شما توفیق عنایت کنه، من شما را بنده صالح بگردانه. مسجد دیگه منتظرم و لحاظا بنده به همه عرایض شکسته و توصیه اکتفا می کنم و انشاءالله جوانان عزیز
عهد کنید در ماه رمضان که دیگه نماز قضا نکنه. انشالله نماز قضا نمیکنه. ماشاءالله ماشاءالله. و خواب چه ارزشی داری؟ و خوابی که انسان بخوابه و الله را ناراض بکنه. این خواب چه خوابی؟ این دنیا چه دنیایی است که انسان به خاطر این دنیا مشغول باشه و نماز قضا بکنه. خواهران محترمه، حجاب رعایت کنن، پوشش اسلامی را رعایت کنن. حجاب مهمه و دستور الله تعالی. دو تا سوره مهم در قرآن آمده در رابطه با پوشش اسلامی و سوره مبارکه نور و احزاب. شما زن بهترین زن و زن الگو زنان مسلمانان، حضرت عایشه، حضرت فاطمه، حضرت خدیجه الکبری است، نه زن اروپایی. نه زن اروپایی برای زنان و خواهران نباید الگو باشه که دستش برانه و سرش برانه و به عنوان زن پیشرفته مترقی مطرح است. نه، این زن عقب افتاده و این زن عقب افتادگی فکری داره، فرهنگی داره، تمدنی داره. و زن الگو و بهترین زن اونه که الله را بندگی کنه، ایمان داشته باشه و پوشش اسلامی را رعایت کنه، عفت داشته باشه، حجاب داشته باشه. الله خواهران و مادران ما را الگو بگردانه برای زنان جامعه دیگر و جوانان ما را همچنین الله الگو بگردانه. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین. رو به قبله همه دوستانه بشینم. ماشاءالله رو را به قبله بکنید، دعا زودتر قبول میشه. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحلال المنان. أنت الحلال المنان بديع السماوات والأرض. ای ذاتی که تو به بندگان مهربانی، معنی این کلمات است، تعریف خداست. ای اون ذاتی که بر بندگان مهربانی و منت دادی به بندگان، بدونی که بندگان از تو بخواهند، تو بر بندگان کرم میکنی و مهربانی. رحمت تو انقدر قوی و زیاده است و بر بندگان انقدر نظر لطف داری که بدون دعای اونها هم بر اونها رحم میکنی و منانی منت میکنی. احسان داری بر ما، به کثرت بر ما احسان کردی، بدون اینکه بخواهیم بر ما احسان کردی. انت الحنان المنان و بدیع السماوات والارض. ای خالق آسمان و زمین، ای خالق همه عالمیان و جهان، یا حی یا قیوم. این هر دوتا از اسم اعظمن. فرمودن هر کسی کلمات کسی گفت در دعا فرمود دعا کن که دعات قبول میشه. همه بگید یا حی و یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. ای صاحب جلال و ای صاحب عظمت و بزرگی، ای صاحب کبریایی، ای صاحب خوبی، همه خوبی ها و تعریف و ثنا ها از آن تو را ثنا می زیبد و تو را تعریف می زیبد و تو را احسان و نعمت می زیبد و تو را مغفرت بندگان می زیبد، تو را کرم می زیبد که کریمی و اکرم الاکرمین ارحم الراحمین. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا، پروردگارا ظلم کردیم، رب ما ظلم کردیم بر جانهای ما. هر گناهگار که گناه می کند حق بندگان تلف کنه یا حق ذات یگانه تو را بر جانش ظلم کرده. پروردگارا چقدر ظلم کرده ایم بر خودمان، از روی جهالت و از روی نادانی و شیطان ما را رهزنی کرده و فریب داده است. دنیا کلاهش را سر ما گذاشت. ما خیال کردیم که این دنیا پایداره و ماندگار است. ندانستی که این دنیا فریبکاره، شیطان فریبکاره، زندگی فریب میده به بشر انسان. پروردگارا آلوده کردیم خود را با گناه، آلوده کردیم خود را با معصیت. پروردگارا اله در این شب که اب جمعه و هم شب 21 محتمل لیلت القدر، دست گدایی و نیاز را به سوی تو دراز میکنیم، به سوی رب که کریم اکرم الاکرمین و مهربان. بت پرستان 100 سال را مغفرت میکنه و بخشیده. انسانایی که محاسنشون را در گناه سفید کردن و دندانهایشون ریخته و اکنون آخر عمرشونه، تو انقدر کریمی که منتظری همیم توبه کنه و هرگاه که دل و دستش به توبه بلند میشه رحمت تو میشتابه به نجات او. پروردگارا دریاب مرا به رحمت، دریاب مرا با کرمت، دریاب مرا با لطفت، دریاب مرا و ببخش مرا، معاف کن. پروردگارا الها ما نگرانیم و پریشانیم در رابطه با خاتمه من که خاتمه ما چگونه بشه، در رابطه با استقامت من به شریعت بیضا و شریعت غراء و درخشنده ما را صاحب استقامت بگردان و ما را خاتمه بخیر بگردان. روز آخر ما را بهترین روز بگردان در زندگی ما که رحمتهای تو را مشاهده کنیم و بچه‌شو ببینیم و از دنیا بریم. پروردگار او لحظه که جنازه ما را به قبرستان میبرن. پروردگارا بچه دستاوردی دارم ما را میبرن، بچه عمل کرده آیا پاکیم یا آلوده با گناهیم و مشغول و ذمه‌ایم. پروردگارا درخواست داریم امشب از ذات یگانات که ما را پاک بگردن از همه گناه، ما را عفو کن و الی العالمین معاف بگردان. پروردگارا بندگان عاجز تو، ناتوان تو، بیچاره و درمانده و بیدر تو، ای الله تو را ندا میکنن برای عفو خودشون، هدایتشون، مغفرتشون و آزادی گردن از آتش جهنم، برای پاداش و ثواب تو. پروردگارا به تو رجوع میکن، پروردگارا به من رسیدگی بگردن و پاکمون کن، پاکمون کن ای خدای پاک که تو پاکی و پاکی را دوست داری و پاکان دوست داری و پرهیزگاران ما را پاک بگردان. پروردگارا بار معصیت و گناه را از سر ما بردار. پروردگارا الها با من نگرانی ها و پریشانی های ما جامعه ما را برطرف بگردان. پروردگارا الها مردم مسلمان امروز در دنیا با مشکلات مواجهان، بسیاری از مسلمانان که در این ماه رمضان آرامش ندارند، فرزندانشون را از دست دادن، قیام کردن به خاطر اسلام،
به خاطر آزادی زن و بچهشون قتل عام شده، خانه و کاشانهشون ویران شده، در بدر و آواران ملک به ملک فرار میکنن. خدایا به داد آنانی که آواران در بدران رسیدگی میفرما. پروردگار الہ نصرت خود را شامل آل مظلومان دنیا، بی پناہ دنیا، بیچارہ دنیا، مظلومان دنیا را نصرت بگرد، امداد کن پروردگار، رسیدگی کن. توی پروردگار، توی خدا، به تو رجوع کردیم پروردگارا، همه رجوع کنندگان به تو رجوع میکنن. پروردگارا ہمارا پاک بگرد، ہمارا نصرت کن و یاری کن. و الی العالمین جمیع بندگانت را در دنیا، جمیع مظلومان یاری کن، اسلام نصرت کن، اہل اسلام نصرت کن. پروردگارا پرچمای اسلام را به اعتزاز در بیار. پرچم اسلام را، اسلام عزت بده، مسلمین عزت و انسجام و وحدت عنایت بکن. ہم دلی و ہم گرائی و ہم سوئی به مسلمانان را از تفرقه نجات بده، از اختلافات قومی، مذهبی، خانوادگی نجات عنایت بفرما. مجاہدین اسلام را نصرت بفرما. ہر جا در راہ تو جہادی هست، او را به پیروزی برسان. عاقبت ہمارا خیر. پروردگار این رمضان چندین رمضان، الہ العالمین چندین شب قدر ثواب، الہ العالمین نصیب ما بگرد. به تو آسانی پروردگار، ہمارا متبع شریعت بگرد، ہمارا پائے بند اسلام بگرد، ہمارا پائے بند احکام نورانی اسلام بگرد، ہمارا آل قرآن بگرد. زنان و بچہ فرزندان کوچک و بزرگ ہمارا قرآن خوان بگرد. ہمارا علم نصیب بفرما، علم روز و علم دانشگاہی و علم دین و شریعت را اللہ و فروغ و جلوہ نصیب بفرما. و فرزندان ہمارا علم، شہر ہمارا ہدایت بدے، نمازی بگردہ، دیندار بگردہ. الہ العالمین زنان جامعہ ہمارا با حجاب بگردان، با عفت، و زنان و جوانان جامعہ ہمارا پاک بگردان. و سال اعتیاد مریضی اعتیاد آئے اللہ ہر چسری تر خاتمہ بدے، بے نمازی را، منکرات را، معاصی را خاتمہ بدے. پروردگار رحمت و برکاتت را بر من نازل بفرما. ای ختمہ ببرگہ خودت قبول بفرما. قبرستان آئے ما مسلمین مغفرت کن. روح بلند حضرت مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ در جوار بہترین رحمت. امام این مسجد را، امام قبلی را کہ بدار آخرت شتافتا مغفرت بفرما. مرحوم حاج بہادر خان و مرحوم حاج عبداللہ خان کہ از مقتدیان این مسجد بودند و آلن لیستن، در جوار بہترین رحمت آیا. ہمیں مقتدیان این مسجد و ہمیں گزشتگان ہمارا کہ رفتہ مغفرت بفرما. پروردگار عاقبت ہمارا بخیر، ہمارا مسجدی بگردان، نمازی بگردان، صالح بگردان، آل خیر بگردان. اے اللہ ہمارا در راہ خودت مجاہد بگردان، اے اللہ ہمارا در راہ خودت قوی بگردان. اے اللہ عاقبت ہمارا بخیر بے. جماعت تبلیغی یاری کن، مدارس دینی رشد و ترقی عنایت بفرما. و خاتمہ ہمیں بخیر بگردان. رب ای ختمہ قبول کن و ہم ختمہ درجات. ربنا تقبل منا و تب علینا.